سلام علیکم. و علیکم السلام. بخیر این سلام. سلامت باشین. خود معرفی کنید. غلام حضرت از قریه چاگ از همسایگان همین قریه های دور پیشیم. دیروز ساعت 11 بجه به هوا به مثل یک تیاره همین تو گررس داده بیام رد از که گررس از گم شد زمین به گرگر افتاد. ما قریه ها دیدیم که دلخ بالا کرد کمکی مادیم. از دیروز تا حال شاهد سنایم که ما میت بدر میکنیم به همراه نیروهای امارت اسلامی. همه با ما همکار هلیکوپترها دیرو ما مردم ما تمام مردم شهر ما بیرون شده با ما به چند قریه هم کمک است. قریه ها که آسیب دیده کچکال، بوتان، سیاو بلوچان، نابرفی، کشکک، سربلند، ازقلک، قریه وردک همه اینا آسیب دیده که شما میبینیم ما میبینیم انشالله. در اول من متوجه نشدم حضور بخشش باشه. به هر حال کسایی که جانهای خود از دست دادن وطنهای ما بودن شما به خاطر کمک آمدید؟ ما فقط به خاطر کمک آمدیم. همین تعامل یک میت رو اینجا بیرون کردیم فشار می پایین زد دکتر صاحبا وزمر بیاورد که اینجا سرم کرد. چه صحنه ای دیدین که وضعیت شما خراب شد؟ صحنه دیگه وقتی که میتار بیرون کردیم همین تو وضعیت ما خراب شد. در بین از اونها اطفال هم بود؟ همین دو تا اطفال بود که خودم به دستای خود بیرون کردم. یک که روی دستام بود فشار می پایین شد خبر نیم کجا هستم و از روی دستم افتاد. تقریبا چند ساله بود؟ تقریبا این که به دستم بود 4 ساله بود. بله. از دید شما از این منطقه های محل های قریه ها رو میشناسین، به نظر شما چقدر افراد شاید در اینجا ضایع شده باشه؟ برادر عزیز قریه اینجا کسته که کسایی هست که با من خانواده کس نی حالا که چند نفر از به زیر شده چند مونده کس خبریات نداره. قریه کشکک هسته اما مردمایی که بود تقریبا از یک خانواده 8 نفر فامیل رفته بود. قریه سربلند و ازغلک هم تو یک قریه به نام نابرفیه 500 خانه دیروز هلیکوپترها بیامد که مردم پرسان کرده 500 خانه 35 نفر ما شاهد سنه بودیم که زنده بود دیگه مردم تلفات بود معلوم نبود کجا است. 500 خانوار بله. از قریه وردک همسایه مانه دیروز ما خود ما شاهد سنه که 28 تا معفه اونجا جنازه داد. رد از او هم که هرچه که نامعلوم هم هست که خدا میدانه. آمار ابتدایی گفته که تا کنون 400 نفر سرشماری شده که انگار اونا وفات کردن و جانهای خود از دست دادن. یعنی امکان داره به چند هزار برسه؟ ما چیزی که خودم اینا همسایه هم بوده که ما عمر خور 37 سال عمر من به این منطقه تیر کردم. شناسیت که ما به این مردم دارم این مردم 10% است 90% نیه. بله. تشکر. سلامت باش.